هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای ورشکسته‌ای که این دم آخری خاطر بازیش گل کرده و یه فایل صوتی کپک زده رو گذاشته تو سایتش تا بگه از اول جانشین خمینی بوده. یه جلسه دیگه بازیشون مطرح کردن اینها و من به ایشون گفتم که ما کسی دیگه غیر از ایشون نداریم تو این مجموعه دوستانی که کسی دیگه ای رو غیر از ایشون نداریم. ایشون گفتن نه اینجور نیست، شما رهبر بشید، شما رهبر بشید. من اصلا جدی نگرفتم این حرف رو، واقعا جدی نگرفتم، هیچ. هم تو سکوت کردم، نگاه کردم. همه جلسه هم سکوت شد. حاج احمد آقا این طرف من نشستن، روبروی امام نشسته بودم ایشون اینجا. گفتش که بله چطور شما میگید کسی نیست؟ شما هستید، آقای موسوی اردبیلی هست. دوباره امام گفتش که نخیر ایشون شما یا آقای خامنه‌ای اسم آوردن مشخص کرد ایشون رهبر بشه. عظما اگه 10 تا از این فیلم‌های صوتی هم از زیر عباش در بیاره بازم تو سرازیریه و چاره جز کله پا شدن نداره. البته یادمون نرفته که جونورایی مثل پاسدار عباسی از قبل برای این خاطر بازی‌های عظما زمینه سازی کرده بودن و با زدن زیراب شیخ فری و رفسنجانی و عضویتشون تو خبرگان ریش سیدعلی رو پوش داده بودن. اسلام آقای احمدی نژاد هم در اقتصاد اسلام غیر ناب و آمریکایی بود. چرا؟ چون مبتنی بر دیدگاه‌های میلتون فریدمن بود و هست. مبتنی بر دیدگاه‌های مینارد کینز و دیگران بوده و هست. سندش این که در مجمع تشخیص مصلحت حکومت اسلامی کتابی چاپ میشه با آرم مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت حکومت اسلامی، آقای حسن روحانی نه به عنوان حجت الاسلام و المسلمین بلکه به اسم دکتر حسن روحانی جزو 60-70 نفر خبرگانی که میخوان امام جامعه رو انتخاب کنن در خبرگان رهبری کتابی منتشر میکنه که در صفحه 782 مینویسه که الگوی مطلوب برای توسعه اقتصادی ایران نگاه نوکینزی هاست، نه نگاه قرآن، نه اقتصاد اونای شهید صدر، نه نمیدونم حرف اقتصادی که من حسن روحانی که در خبرگان رهبری کنار دست آقای هاشمی رفسنجانی نفر دوم انقلاب اسلامی قرار دارم. نه، یک دوجین آدم تکنوکرات مثل نهاوندیان و مثل کیو دورشون جمع کردن. مینارد کینز، نه قال الصادق و قال علی. هماهنگی اجزای مختلف تو نظام ولایت یه چیزی تو این مایه هاست، خودشون زیر پای همدیگه رو خالی میکنن. شیخ فری هم عمامه رو 2 دستی چسبیده و از حالا نگران لغو معافیت تحریم تسلیحاتیه. بعدم تلاش میکنه تا صورتش رو با سیلیت سرخ کنه و از این خط و نشونای کشکی بکشه. مسئله پایان تحریم تسلیحاتی در مهر ماه امسال یکی از دستاوردهای مهم برجامه و اگر آمریکایی‌ها بخوان این دستاورد رو زیر سوال قرار بدن، خب کشورهای بزرگ دیگر میدونن که عکس العمل ما چه خواهد بود. برجام قرار بود نظام رو راست و ریز کنه اما کل نظام رو برباد داد. حالا سری بزنیم به استبل ولایت و جونورایی که با این جنگولک بازی ها میخوان به بسیجی های وارفته روحیه بدن. احترام در واقع این جنبش مظلومان ایالات متحده آمریکا که شکل گرفته 5 ثانیه شما قیام بکنید، 15 ثانیه ما ساکت باشیم و یه چند تا مرگ بر آمریکا به احترام این جنبش داشته باشیم. از اون طرف تیویریش هم مدام در حال تبلیغ پاسدارای زوار در رفته و نمایش‌های مضحکشونه. قدرت ایران در دانش نظامی به سطح بالایی رسیده. این یعنی سپاه هم آماده است به یک قدرت فضایی تبدیل شود. آماده ای هر دم بهر قیام جان میدهی با
در حالیه که بین سپاه و ارتش تحت امر خامنه‌ای هم شکراب شده و یکی از سرکرده های ارتش اینطوری به سپاه سیخ و کنایه میزنه. خب شما البته فیلم هم میسازید که مثلا میبینی یه سید یه حاجی با یه تیربار جسته یه دستی یه لشکر رو ظرف 24 ساعت از بین میبره. خب اگه اینجوری 12 شبانه 12 لشکر از بین میرفت دیگه 8 تا بره چی بود. خب بعضی وقتا تو فیلم های خود حالا بحثای نشان دادن رشادت ها و هم هست، اما اگر یک پشتوانه قوی نداشته باشه از نظر اینکه مردم متوجه بشن، خب هر کسی که یه روزم جنگو دیده باشه میدونه که اینطور نیست. مثال به ما میگن که توی فلان عملیات عکستون کو تصویرتون، بابا ما هنوزم کسی حق نداره با دوربین تو پشت فرماندهیمون بره. خب من چه کار کنم؟ این آموزش ارتش است، حتما هم منافعی دارد، حتما عکس حتما هست. شما نگاه کنید تو بقیه جاها نیروهای مردمی برادران سپاه بسیج میرفتن، هر گروه یه فیلمبردار هم راش بود، مگه نبود؟ این طرف مثلا میخواست از آب گلالود ماهی بگیره، اما حواسش نبود که با این کارش کل نظامو انداخت تو تور. حالا که تا اینجا اومدیم یه اعتراف هم بشنویم از این شکنجهگر سابق و اصلاح طلب قلابی فعلی که به صراحت میگه اصلاح طلبا فاتحه‌شو خونده است. ولی من معتقدم، اینو تاکید میکنم، اصلاح طلبی مطلقا نمرده تو جامعه ایران. اصلاح طلبی یه روح زنده‌ای داره، مردم ازش حمایت میکنن، اما اینکه اصلاح طلبا بتونن این روح رو نمایندگی کنن در شرایط کنونی منم معتقدم که فعلا قادر نیستن. هرچند خلاصه اینکه نظام تو چاله افتاده که هیچ رقمه بیرون نمیاد، یعنی هر گاو میشی ممکنه از این چاله بیرون بیاد الا عظما. विधायक जी का बहुत ही सराहनीय काम, बहुत अच्छा काम। این روزا مضمون مشترک روزه‌های آخوندهای با عمامه و بی عمامه چیزی جز باد کردن لاستیک‌های پنچر نظام نیست. یه نمونهش این بزبز قندی و قمپوزهای همیشگیش. ما که به لحاظ مادی هم پیروزی‌های بزرگی به دست آوردیم. امروز شدیم ابرقدرت منطقه و یکی از چند قدرت برتر جهان به لحاظ سیاسی، ایدئولوژیک و حتی نظامی. به لحاظ علمی هم در بعضی سطوح. ولی اصلا اینا هم هیچی نبود. اصلا فرض کن ما شکست خورده بودیم، رفته بودیم، تمام شده بود. همین که یک نسلی، یک بچه‌های تربیت شدن که چند مدار از بشر معمولی آمدن بالاتر. حالا این شما و این نمونه ای از محصولات کارخانه ولایت که چند مدار اومدن بالاتر. جبرائیل یکی از اوصافی که خدا جبرائیل رو توصیف کرده به وصف شدید القوا تو روایات داره. این رعد و برق هایی که شما میشنوی این صدای شلاقیه که به دست حضرت جبرائیل امین میزنه به پشت این ابرها، اینا رو به هم به حرکت دن، تق توک شما میگی آقا صاعقه شد، آقا آسمون قلم بشد. روایات ماست. یه نمونه دیگهش این جوجه بسیجیه که 41 سال بعد از اومدن خمینی به ایران تازه یادش افتاده که بیاد وعده و وعیدهای خمینی رو اینطوری ماسمالی کنه. ما میخوایم نسلی تربیت بکنیم که ولا یخافون لومة لائم، از چیز سرزنش کننده هراس نداشته باشن، یجاهدون فی سبیل الله، جهاد کنن در راه خدا، اعزه باشن در مقابل کافر، اذله باشن در مقابل مؤمن. میخوام اینو درست کنم. این آقا این چیزایی که میگه ما همه هدفمون نیست، این که یعنی یه رأفت غذا میدی میخوره، رحمت غذا خوردن یادش میدی، ماهیگیری یادش میدی، به قول نظر مثلا چینی. این رائفی پور در حالی داره واسه امام گور به گورش مال کشی میکنه که حتی خود تیویدیش هم این تیکه از حرفای خمینی رو پخش نمیکنه.
دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. معماری نظام ولایت توسط خمینی یه چیزی تو این مایه ها بود، یعنی حرفایی زد و کارایی کرد که هنوز توش گیرن. جنگ و جدالای باندی هم ادامه داره و مدام باندهای رقیب دست همدیگر رو میکنن. یه نمونهش رو از زبون این شلغم راندخار بشنوید. میگه 8000 نفر از کارمندای ایران خودرو با سفارش نماینده های مجلس استخدام شدن. میگه بابا تو این 10 دوره مجلس قبل 10 دوره از 1 تا 10 فقط 8000 نفر از کارمندای ایران خودرو نماینده معرفی کردن. 8000 نفر. 8000 نفر. حالا این کارمندای سفارشی میرن اونجا چی درست کنن؟ هیچی از اینا. بعد از اینکه عظما نسبت به اقبال مجاهدین در بین جوانها ابراز وحشت کرد، این اطلاعاتی تاریخ دررفته به صحنه اومد تا خاطراتش رو تعریف کنه، اما بند رو اینجوری آب داد. برادر من درس قرآن داشت، یادم هست مثلا مسئول رجبی میومد خونه ما در خارج کشور، تحت تاثیر بچهای مجاهدین بودن، نمیشد اصلا نباشن. نسبت به حرکت مسلحانه شون نگاهتون چی بود؟ مثبت بود. شبهه‌ای براتون ایجاد نشده بود که آقا این سازمان داره به انحراف میره؟ نه اون موقع. این نون خامه‌ای ریشو هم در وحشت از فضای مجازی روزه میخونه. رها شده فضای مجازی. پهنایبان تو 11 ماهه اردیبهشت تا اسفند 98 2.5 برابر شده. 60% گاهی 70% این فضا در اختیار این اینستاگرامیه که توش یه شاعری که تو عمرش فقط غزل گفته اسم حاج قاسم سلیمانی رو نوشته، از سر عواطفش با 200 کا فالوور صفحش بسته میشه. هرچه دلشون میخواد، نه به مسئولین عالی کشور و رهبر معظم انقلاب، به تمام مقدسات ما اونجا هرچه میخوام میگن. ما هم نشستیم ادعا و اسم حکمرانی و فرض بفرمایید فضای مجازی هم یدک میکشیم. این طور که پیداست فضای مجازی بدجوری از آخوندا سبقت گرفته. داستان جنگ و دعواهای باندی در نظام به تیویریش هم کشیده شده. ببینید این خبرنگار چطوری استاندار شیخ فری رو سکه پول میکنه. سوال من اینه، بفرمایید که آیا با خانواده حضور دارید در اردبیل؟ من اصلا خدمت شما خانواده من نیستن، ولی چی؟ ولی برکات نبودن خانواده برای استان خیلی بیشتره و من امضا دارم که صداسون رو چیکار کنه، به جای این بیاد چیکار کنه عملکرد ناشی از نبودن رو ببینه چطوری هست. شما الان آقای استاندار اینطور که مشخصه فقط 2 یا 3 روز در استان حضور دارید در هفته، درست میگم؟ نه اینو کی گفته؟ نه اینو کی گفته؟ اشتباه گفتن عزیز من. اصلا نیستش. من همیشه اول هفته، مثلا همین هفته که پیش رو هستش، برنامه من این است که شنبه وزیر راه در خدمتتون هستیم، اینجا هستن، الان تو استان هستیم، دیروز هم تو استان بودیم. خب ببینید پنجشنبه جمعه ها که تعطیل آقای استاندار و قاعدتاً در اختیار خانواده شاید باشین یه جورایی. نه عزیز من، نه ما پنجشنبه جمعه اصلا ما همیشه پنجشنبه جمعه کاملا در منطقه هستن. این هم یه سوتی دیگه از مجریان تیویریش که حتی اسم شاعر معروفی مثل مولوی رو هم نمیتونه بخونه. شاعر معروف دوره سامانیان کیست؟ رودکی، مولوی ببخشید مولوی، خیام. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی این جدوکار کوچولو جلب می‌کنیم که به همراه حریفش فن‌های زیبایی رو به نمایش میذاره.